کباب ناب تک بناب، ناهار بزن بگیر بخواب. تا آخر ویدیو باش کارت دارم. کباب بناب ساتوری با گوشت بره روی زغال با این حجم و ابعاد. به رستوران ساتوری تک بناب خوش اومدین. آقا محمد، ما 2 تا اصل داریم تو کباب ساتوری تک بناب. اول اینکه باید بهترین خودمون باشیم. دوما در کباب ساتوری تک بناب غذای بی‌کیفیت جایی نداره. توی لاین کندرو کمربندی نرسیده به اکبر جوجه، جنب کوچه شهید کلانتری سوم، رستوران تک بناب آذربایجان. کباب ساتوری بناب، بختیاری، قفقازی، کباب برگ، شیشلیک و حتی قرمه سبزی، کلی تنوع غذا دارن. در کنارش همچنین دوغ محلی و برنج محلی هم به راهه. اینجا حدود 200 نفر ظرفیت داره. یه غذایی به مهموناتون میدن که تو دفتر خاطراتشون بنویسن. قرمه سبزی با لوبیا چشم